المرء علی دین خلیلی، هر مرد در دین دوست شای، در دین دوستش. فلینظر احدکم ممن یخالل. ایامی خاطر هر کس پیش از او که با کسی بینای دوستی را برقرار میکنه باید اندیشه کنه که با کی دوستی میکنه، عاقبت کارش چی میشود. و المرء مع من احب، هر کس همراه محبش حشر میشود. فرد روز قیامت هم وقتی دوستی انتخاب کردگیت حشر میشه. برای سعی کردن در کار با کسای دوستی که اهل سجود باشن، اهل نماز باشن. دیدن تنبلی میکنی با بیان تاکیدت کنن که بچه چند روزی در نمازی بونده در مسجد نمیبینم، یکون کسلی چی در دوری ها جورا بیا همین کارای با خوب تا بس که نباشد دوستی را قطعیت قطع بکنم. انا خیلی رفیق باشه سبب نجاتت میشه و هم در دنیا و هم فردا روز قیامت. نگی با همین فاسق و فاجر اگر رفیقی کردی ممکن تا فسق و فجور نداری. نه یک از قطعی همون دیدد در جای بیرم میگه روش سیامی تای کنوش ترایه بیرم. حدیث در صحیح امام مسلم های صحیح ترین کتاب در پهلوی صحیح بخاری. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید احب الاسماء الی الله عبد الله و عبد الرحمن و فی روایت ما تعبد له. محبوب ترین نام ها در رضا خداوند نام عبدالله و نام عبدالرحمن است. در غیر صحیح مسلم در بعضی کتاب‌های حدیث اومده است که محبوب ترین نام در پیش پروردگار هر نامی است که دلالت به بندگی کنه. یعنی پیش از نام‌های 99 الله همین پریفیکس عبد بیاید. عبد یعنی بنده، عبدالله یعنی بنده الله. سبحان الله. این را ببینید محبوب ترین نام همین نام عبدالله را نام بزرگتر در اسلام نیست. هم آدمایی که آگاه هستند الحمدلله فرزندان را عبدالله نام میکنند، بنده الله. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اکثر موارد وقتی نام صحابه را عوض میکرد همون نامایی را که موافق نبودن، نامای ناخوش بدن، یا عبدالله شو نام میکرد یا عبدالرحمن. خدا برکت بده. همه مرد خدا ببینه برای فرزند اصلا هر پدر یک الگو های، یک نمونه های. بیشتر فرزندان با پدراشو تقلید میکنن. همه پدر کسی نباشه، در هر وظیفه نباشه برای فرزند چه افطاریته تای. ولی نمیدونیم همون فرزندکو در کوچه بعضا برو از بار میکنن قطع جوروشو. ای خاطری پدرش یگون گپ میگه پدرش که یک ظلم میشه تعریف میکنن و همون پدرو افتخار میکنن. همین سعی کنیم که برای فرزند نمونه حقیقی بشیم که حقیقتا هم فرزند بتونه که به ما و شما افتخار کنه. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را. حضرت میگه که عهدی پدر یادم آید همه که باران رحمت برو خردمه. همون زمانهای طفلی میگه بعضا در خاطرم میآید همراه پدرم. باران رحمت خداوند هرگز از بالای قبر پدرم دور نشود که در خوردیم لوح دفتر خرید، زی بهرم یکی خاتم زر خرید. یه روز میگه دست مگریف بازار برده لوحم خرید، دفترم خرید. مقصد که روچکا و همین اسباب تعلیم برام آماده کرد. با هم یه چلاک دیدم میگه دلم گم زد. میگه گفتم پدر همین چلا را بخرم. خیلی فرزند شرینه اوگی. همون چلا را گرفت در انگشتم کرد میگه. برآورد ناگاه یک مشتری با خرمای از دستم انگشتری. یک سوداگر شستر یک دامو بازار میگه چلا را دید، چلا قیمت. اون تاک فریاد کرد. بچه جان گفت خرمات میتم چلا را نمیتی. بیچاره کودک اگه جو میفهمه که چلا قیمت های نرخش بلند های همی از خرماه که داد میگه چلا را دستم گرفت. چه نشناسد انگشتری طفل خورد به شیرینی از وی توانم برد. خب به قدرش که نمیرسه یعنی فریبش میکنن یا شیرینی قطعی میگیرن ای دستش. حضرت میگه که تو هم قیمت عمر نشناختی که در عیش شیرین در انداختی. ای مسلمان زاده انا میتونم به قدری همه عمر نرسیدستی. برای همه عیش دنیا، شی دنیا، همه لذت دنیا خدا در بلاها گرفتار کرده. اونم کسافت گفتستی. قسم به الله دلی من با هم بدبخت میسوزم که مرتکب این قدر گناه و این قدر زنا شده است. با یقینا معلوم است که ای خانواده‌اش کسی زینوش سیاه میکنه. پگه بود پیش خدای تعالی جواب میگه.
تو هم قیمت عمر نشناختی که در عیش شیرین در انداختی. در آن روز که از فعل پرسند قول، اولوالعزم را تن بلرزد ز حول. در روز قیامت از فعل، از سخنت، از گفتارت میپرسد پروردگار. چنان دهشت داره روز قیامت که پیامبرای اولوالعزم از ترس خدا در لرزه میغلطند. در میان پیامبران 5 پیامبر اولوالعزمند. اینا بزرگترین پیغمبرای خدا هستند. محمد صلی الله علیه و سلم، ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام. یا بزرگترین پیغمبرای خدا هستند. همه را میگه لرزه میگیره در پیش غضب خدای تعالی. بر روزی که دهشت برند انبیا، تو عذر گناه را چی داری؟ بیا. اوقی در روزی که پیغمبرای خدا حتی دهشت فراشو میگیره، تو خونه سوخته در پیش خدا چی بگفته باشی؟ و برای گناهات چی عذر داشته باشی؟ زنان را به عذر معین که هست ز طاعت بدارند گهگاه دست. تو به عذر یک سر نشینی چه زن، روی کم زیزن لافی مردی مزن. زنکای عذرک دارن وقتی همون کس حیض میشوند، همون وقتی قایده شد اربا سر میشوند، یا وقتی کودک تولد میکنن، تو همون خشک شدن شونه از نماز اینا خالی هن. در رمضان اگر همین کار واقع شود روزه را میخرن، بعدا قضاش هم میدورن، اما نماز به همین ساقط میشه و اون نماز دیگه قضا نمیخونن. اما تو میگه به یگان عذر زنک بار یک گوشه دا میشینی، نماز خدا را نمیخونی، عبادت خدا را نمیکنی، چی دعوای جوان مردی میکنی؟ روی کم زیزن لافی مردی مزن. تو درجت ای زنک کمی لافی مردکی نزن. زنانی که طاعت بر رغبت برند، زی مردان اینا پارسا برترند. همین زنکایی که عبادت خدای تعالی را بر رغبت میکنن، والله خاکی پاشو ای هزار مردکی بی غیرت بی همت بالاتر ای. ببینید فرزند همیشه تقلید پدر هم میکنه، در همه کار تقلید پدر هم میکنه. اگر ما جوان مرد شدیم فرزندامون هم با یقین جوان مرد میشن. همون فرزند میبینه که مثلا پدرش مهمان نواز ای، اینا مهمان نواز میشه. همون کار و رفتار علاقه در وجود و شیشتگی ایوان. ای خودش میبینه که پدرش مسجد میروه، نماز در مسجد میخونه، علاقه همون به همون انس گرفتگی ای. او دیگه خیلی بی نماز تصور کردن نمیتونه. برای پدر باید الگو باشد برای فرزند. اینا ببینه محمد الله را پدرش این نامی بزی به خشور را مونده است، محمد الله. الله اکبر. نام محمد بزرگترین پیغمبر خدا، معروف ترین نام در دنیا. در کتاب رکوردهای گینس هم هست نام محمد. در جای اول در دنیا نام محمد است صلی الله علیه و سلم. سبحان الله. و محمد الله را فرزند چه نام کرده است؟ عبدالله. نامی را که پیغمبر میگه پیش الله محبوب ترین نام است. در اسلام شاید از همه بیشتر همین نام عبدالله باشه. همین ابوبکر صدیق شروع، از ابوبکر صدیق ای صحابه پیغمبر، همین حضرت ابوبکر نامش عبدالله ای، عبدالله عثمان. نه که از بس که بسیار آدم زیرک بود، کردان بود، مردم راه نشان میداد، همین تخلصی ابوبکر براش داده بودن. نباشه ای بگیم کنیش ای، نامش نیست ای حضرت. بعدا بعد اسمی خاص شدن خیلی رفت علم شد، اما در ابتدا مقصد اسم نبود. از همین خاطر سعی کنیم که همین نامای خوب بونیم فرزندامون هم کاری خودمون دوام میدن، اما نامای زیبا و خوشرو را انتخاب کرده و در چیزاشو میگذارن. در زمانی که مسلمانان در شعب ابو طالب در محاصره اقتصادی بدن، سال 7 بعثت هست. همین سال 7 بعثت تا سال 10 بعثت جناب سرور عالم، مسلمانان در یک دره بگیم که در احاطه همین کافرها و مشرکا بودن. خطیشو یگان خیلی معامله و مناسبت نمیشد، خرید و فروش نمیکردن، دخترشو نمیدوندن، دخترشو نکاح نمیکردن. به خاطر چی؟ طلب کردن از ابو طالب که محمد صلی الله علیه و سلم براشون بتنده، یا مقصد که قتلش کنن، انتقام بگیرن. اما ابو طالب در جان پیغمبر که بیچاره بود ندادش. قسم به الله گفت اگر در پاش یک خور میخله من قصاص خونی میگیرم. نگذاشت.
ба хотири пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам тамоми ҳамин бани ҳошима амр кард ки ҳама биёед дар ҳамин дараи мо ҷойгирӣ дар ҳамҷо зиндагӣ мекунем, муҳофизат мекунем аз пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ҳар касеш ки имон оварда буд, имон наоварда буд, аз бани ҳошим ҳама омаданд. бул як гапи бисёр ҷоҳилона дорем. мегӯям ҳамин душмании амакбачаҳои ҳам давраи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мондаги ба худу қасам ин гап дурӯғ аст. ҳамон амакҳои пайғамбар фақат ҳамин абулаҳаби малъуна ҳисоб кардан дар кор нестад. барои душмани худоай охи фарқши амакай бародарай охи ин касофат душмани худоай. дигар тамоми ҳамон амакҳои пайғамбар ҳамон замонае ки дар шайби абутолиб буданд, аббоси амакаш ҳатто ислом овардагӣ набуд, аммо ба хотири дифоъ ҳифозат аз ҳамон мақсад ки ҷиянаш ай писари бародараш ҳама каса ин ҳамин тамоми айшу ишрату роҳата партофтану омадан дар ҳамон дара гушнагӣ мекашиданд, барги дарахт мехӯйданд.